فقط با یه قاشق روغن این استیک مرغ خوشمزه و پوره سیب زمینی و سس قارچ رو درست کنیم. سیب زمینی رو 4 قاچ می‌کنیم، با آب خیلی کم و مقدار نمک می‌ذاریم حسابی بپزه و آبش گرفته بشه. سینه مرغ رو نصف می‌کنیم، بهش ادویه گرم مسالا، پاپریکا، یه قاشق روغن زیتون، نمک، فلفل سیاه می‌زنیم و حسابی ورز میدیم، می‌ذاریم نیم ساعت بمونه تا مزه دار بشه. تا به نچسب که حسابی داغ شد، دو طرف سینه مرغ رو گریل می‌کنیم، برای هر طرف 5 دقیقه کافیه. از تاب خارج می‌کنیم، قارچای اسلایس شده رو بهش اضافه می‌کنیم. حرارت بالا باشه تا قارچا آب نندازه. یه قاشق غذاخوری آرد اضافه می‌کنیم، یه طرف تابه یه سرتف کوچیک میدیم و شیر رو کم کم اضافه می‌کنیم. شیر ترجیحاً کم چرب باشه. یه قاشق غذاخوری پنیر پارمزان، آویشم و فلفل سیاه اضافه می‌کنیم. تیکه‌های سینه مرغ رو می‌چینیم و اینا به مرغ هم می‌ریزیم و درش می‌ذاریم یه رو بمونه. سیب زمینی پخته شده که آبش گرفته شده رو پوره می‌کنیم و بهش شیر اضافه می‌کنیم، مقدار فلفل سیاه، بعد به همچین بافت کره‌ای برسیم. بعد پوره سیب زمینی رو داخل ظرف سرو با یه قاشق کوچیک اینجوری قرتیش می‌کنیم. برای دورچین می‌تونید از بروکلی و هویج بخارپز شده استفاده کنید. سس قارچ رو می‌ریزیم و روش استیک مرغ می‌ذاریم و مقدار پنیر پارمزان. اگه این آموزش رو دوست داشتین بفرستین برای دوستای باشگاهیتون. نوش جان.